من 34. سابقه داری؟ نه. ازدواج کردی؟ بله. صاحب فرزندم شدی؟ 2 عدد. 2 تا فرزند داری؟ چند پسر دارم. یکی 4 سال میشه، یکیش 7 سالشه. الان به چه جرمی دستگیر شدی؟ به جرم مثل که میگن معاونت در قتل. میگن یا بوده؟ بوده ولی من کاری نداشتم، یعنی کاری نکردم کلا، اصلا نه به کسی ضربه‌ای زدم نه به ماشینی که مثلا چیز نه صدمه‌ای زدم، هیچ، فقط بودم توی این داستان. آقای من چند سالته؟ 31 سالمه. 31 سال. سابقه داری؟ نه. تا حالا دستگیر نشدی تو هیچ پرونده‌ای؟ دستگیر شدم ولی پرونده زندان ندارم. چی بوده اون دستگیریه؟ درگیری بوده. برای کی بوده؟ 94 91. یعنی شرارت و اینا؟ هم درگیری دیگه. بله شرارت. بچه کجایی؟ شهر ری. آقا ناصر چند سالته؟ من مطالعه 1367. 67 میشه 31 سال. تحصیلات؟ سیکل. از چند سالگی رفتی سر کار؟ من از همون دیگه 14 15 16. الان شغلت چی بود قبل این الان آزاد بود، قصاب بود، قصابش. سابقه داری؟ ندارم. الان سر چی دستگیر شدی؟ الان سر درگیری، سر تیراندازی، قتل. داستان ما یه آقایی به نام علی که تو دنیای مجازی برای ما مثلا حالت استوری میگن گذاشته بوده که مثلا به ما فحش ناموس داده که ما هم تصمیم گرفتیم بیایم محلشون دیگه ادبش کنیم به قول خودت. یه جورایی. خب چه کسر در رفت. چی شد اون شب که رفتین جلو قهوه‌خونه رو واسه ما یه ذره تعریف می‌کنید؟ نشستیم مشروبات الکلی خوردیم، بعد یه قصد رفتن به محله اسلام آباد رو گرفتیم که بریم دنبال همین علی. بعد رفتیم یکی از بچه‌ها که مثلا به ایمان گفته و این تو اسلام آباد قهوه خونه میره علی پاتوقش اونجاست و اینو رفتیم این وانتی رو دیدیم و گفتیم که فلان قهوه خونه کجاست و فلان جاست و رفتیم و بعد ایمان و محسن هم ماشین اومدن پایین، بعد 2-3 نفر بیشتر از 3-4 نفر حمله کردن به سمت، یعنی مثلا کوچه و خیابون بودن، یعنی چی بگم مثلا این اروازالا همیشه هستن اونجا بودن و بعد من از تیراندازی بعدا خبردار شدم، چون وقتی که به ما در قهوه خونه رفتیم بعد برادرم ناگهان مثلا که فهمیده بود ما در قهوه خونه رفتیم نتونستیم بریم تو، تیر زده بود به داخل قهوه خونه. رفتی زدی اول اینجا شیشه رو شکوندی؟ بالاخره دیگه تخریب کردیم بالاخره. بله. بعد اون شخصی که دنبالش بودیم بود اونجا یا نه نبود. چرا ادامه دعوا رو جمع نکردیم؟ چون ندیدیمش. ما اینا تو قهوه خونه بودن، ما تو قهوه خونه نمیدیدیم. وقتی رفتیم در قهوه خونه رو بسته بودن. اسلحه چی بود؟ اصلا کلاش بود جنگی. از کجا بود؟ اینو چند سال پیش حساب کتابش هم از کسی شهرستان از اونجا بود. چند میلیون گرفتی؟ اون 2,900 چند سال تا حالا ازش استفاده کرده بود؟ نه اصلا. کسی میدونست تو اصلا؟ نه کسی اصلا حتی اون روزم چون ماشین تو واه بود من لا چپیه پیچونده بودم گذاشتم تو ماشین که اصلا فکر نمی‌کردم ازش استفاده بشه. اینا چون اومدن 2 تا دونه تیر هوایی زدن که اینا بترسن برن. بعد 2 تا دونه تیر دوباره تو شیشه زدم. ایمان و محسن هم حتی دم در قهوه خونه بودن. نمیتونستن برن داخل. 2 تا دونه تیر زدم به شیشه بشینه اینا برن داخل. دیدم کسی نیست، نه به کسی ضربه‌ای زدم، فقط تو دستم که چپی هم تو دستم بود، همون چاقوم تو دستم بود برای مثلا دفاع خودم اگه کسی بود، ولی به کسی نه ضربه‌ای زدم نه کاری کردم. چاقو همیشه همراهته؟ چون شغلمون قبلا قصابی بوده یه چاقوی کوچیک همیشه همراهم هست، ولی در حدی که تو ماشینمه، ولی همراه خودم جایی نمیبرم. تا حالا باهاش کسی رو نزدی؟ نه. بسته بودن که با تیر شیشه شکست. ما رفتیم تو دیگه نمی‌رسیم تو یا نه، که رفتیم تو دیدیم 10-20 تا تو در رفتن پشت آشپزخونه نگاه کردیم، شخصی که دنبالش بودیم نبود دیگه. به کسی هم صدمه نزدم، فقط یک نقطه قلیون برداشتم و اومدم بیرون. چیکار کردی؟ یه دونه قلیون برداشتم اونجا آوردم که بگم ولی ما اومدیم اینجا.
اومدیم بیرون یک راننده تاکسی اینترنتی تو این قضیه اقبال بگم کشته شد. چون که 3-4 نفر سر اون کشته بودم میگم ولی من به قصد حمله و به قصد درگیری این اومدم به سمت اونا شلیک کردم. بعداً فهمیدم که به سمت پراید مثلا تیر خورده اینا. اون تیراندازی که می‌کردی خب میدونستی که بالاخره حدود مشروب خورده بودم. حالت عادی نداشتم. بعد یکی از دوستان خودتون هم که خیلی با هم رفیق بودین هم تو این قضیه حتی اصلا خودم ناراحتم از این موضوع که اون فرزینی که بنده خدا اونجا تیر خورد پشت یلچال خب بود دیگه. بعد شیشه‌ش هم مشجر بود و دیگه اون طرفش معلوم نبود. مثلا وقتی زدم به قصد شیشه‌ش موندم ولی فرزینی بنده خدا که رفیق خودم شاید بالای 10-20 بار پیش خود من اومده من از قبل خونه دار بودم خودم شاید بالای 50 بار رفته بشه. بعد اصلا میونم خیلی خوب بود. اصلا فکرش نمی‌کردم فرزین یه روز اونجا باشه و اینجوری بشه. اگر علی اونجا بود با تیر می‌زدیش؟ اگر علی اونجا بود می‌زدمش. یعنی قصدتون کشتنش؟ اون زدن علی بود. من نه کشتنش نبود ولی قصد اون زدن علی بود. که علی رو بزنید. اصلا قصد زدن علی ما رفتیم. شما اطلاع نداری که چجوری اون طرف کشته شده و علت این قتل چی بوده؟ بعد طرف اومده فحاشی کرده شما رفتین. خب فحاشی به شخص مثلا منو نکرده به همه فحاشی کرده به همه هر روز. درگیری رخ بده فکر نمی‌کردیم که پلیس دنبالتون بیاد دستگیر بشین و حالا با این شرایط که شما متعهدی و تو فرزند داری به این اتفاقای بعدش فکر نکردین؟ حالت عادی نداشتیم. یعنی چی؟ مست بودیم، مشروب خوردیم. حالا دیگه حالا روزمون اینه اصلا امروز روزی باید اینجا باشیم و با این روز من اصلا نامزد داشتم دارم هنوز یعنی یه ماه دیگه عروسی بود. یعنی به بعدش فکر نکردی چه اتفاقی می‌خواد بیفته؟ دیگه وقتی آدم میره توی داستان تو دریا میشه بریزه میشه خیس نشه تو دریا بری خیس میشه دیگه. منم میگه میدونستم یه بالاخره آدم وقتی که استارت ماشینشو میذاره همه چی توش میبینه دیگه. مردن هست، زندان هست، آگاهی هست، همه چی هست. یعنی رفتیم دیگه. حالا توی این اتفاقات جون 2 نفر که واقعا بیگناه بودن گرفته شد. عزیزای خانواده‌شون گرفتیم. میگم اصلا فرزین یه رفیق طولانی خود شخص خود. حالا فرزین یه قسمت اون منم یه راننده تاکسی به خاطر حمله اون چند نفر بود. میگم جون 2 نفر رو گرفتیم. فقط میگم تقاضای بخشش دارم. همین تقاضای بخشش دارم چون خدا شاهد خدا عالمه من به قصد کشتن اونا اصلا تیراندازی نکردم. چرا باید کار به یه جایی برسه که بعد بفهمه؟ ناعقلی، جوونی، تفریق نوار، چه میدونم همه اینو واسش میشه دیگه. واقعا طلب بخشش، یعنی من خودم واقعا چون که فرد بیگناه این وسط این حادثه براش جون یعنی خیلی ناراحتم. من که واقعا متاسفم بالاخره اونا هم جوونشون رفته، اونا هم دست گلشونن. ولی ما به امن کار نکردیم. ما با هوا کسی دیگه اومده بودیم اونجا دیگه. حالا کاری که شد جز فقط تسلیت گفتن و ابراز همدردی کار دیگه اصلا بند نمیاد. انگیزه آدم چی میتونه باشه برای این کار؟ ناعقلی به نظر من اصلا اشتباه. اصلا دنبال یه کار بیخود که امروز روزی بعد پشیمونی واسش بشه و عزاداری کسی خانواده کسی عزادار بشه و خودم روم میخواد سیاه باشه جلوی مثلا خانواده برزین و خانواده بنده خدا که بخوام امروز روزی میگم فقط روم سیاه سرم با این همین طرفی نمیشه زد اسلام. مثلا اون شخصی که حالا میگیم بهتون فحاشی میکرد خب نمیتونست از نظر قانونی برین شکایت کنین اون بره زندان شما بیرون باشه؟ چرا میشه شکایت کنیم ولی شکایت پس داریم هممون زندگی میکنیم و قانون داره کشور. درسته. به قول گفتنی جنگل نیست که هر کس بخواد یه کاری بکنه مثلا به حق خودش. درسته شما درست میگی ولی خب دیگه ما تصمیم گرفتیم خودمون حق خودمون رو بگیریم دیگه. خب من آخر این راست چیه که خیلی یه سری از جوونا میان تو این مسیر. آخرش منم دیگه منم داداشم بذارم آخرش منم دیگه. آخرش منم که اینجا نشستم با یه دنیای پشیمونی. محله خیلی تاثیر داره، بالاخره رفیق خیلی تاثیر داره تو این قضیه ولی خب راهی که خودت انتخاب کردی دیگه. منم خودم راه انتخاب کردم که
تو این حرفا باشم. مهم نیست این زندان و این چیزا یا نمیدونم، میخوام یه ذره برام بازش کنیم چون که داری خیلی راحت در مورد این ماجرا حرف میزنی. برام مهم که مگه میشه مهم نباشه شما آزادی دوست نداری؟ خب منم آزادی دوست دارم ولی نقطه شروعش چی میتونه باشه؟ نقطه شروعش به نظر من اصلا شروع نشه به نظرم بهتره. اینکه آره ما اصلا دوست نداریم این اتفاقات بیفته، ولی اینکه چی میشه که یه جوون میاد سمت این دنیای شرارت و قرمه به دستی و عرض روباشی و شاید جمعای دورهمی و اطلاع رسانی که این فحش داده و اون مثلا این کار کرده و اون اصلا به نظر من سر تو لاکی خود باشه خیلی بهتره، چون مال زندگی خود باشه خیلی بهتره. آخرش میشه این دیگه که بخوای دور هم بشین یا بخوای بعد همچین روزی پیش به غیر از شغلت که کار قصابیه و همیشه دست به چاقو بودی، خب اونم یه هنره برای خودش. به غیر از اون محل کارت چاقو و قمم دستت گرفتی؟ نه میگم من دنبال زندگی خودم بودم، نامزد کرده بودم، حتی یه ماه دیگه مثلا می‌خواستم برم. ارزششو داشت؟ ارزشش نداشت، واقعا نداشت، ولی خب دیگه کاری که شده نمیشه بگی اشتباه کردم، شده دیگه. بعد این چاقو و قمه‌ای که میگیرین دستتون، خب مثلا فکر نمی‌کنید بزنین جون یه نفر رو بگیرین اتهام قتل و نمیدونم آینده و همه اینا، بعد یه خانواده داغدار میشن، یه خانواده که خانواده خودت هستن اونا هم هر روز نگران خودتن. چرا فکرش که آدم میکنه نمیشه نکنی که، ولی خب دیگه قبلا شرارت و درگیری داشتی؟ نه شرارت نداشتم، درگیری هم نداشتم. من کاسب بودم، مغازه‌دار، در مغازه با می‌سن بالا زنم که من بالاخره خانواده‌ام پدر مادرم ندارم، خرج خانواده‌ام میدم، به خاطر اینا در مغازه بودم. این دنیای چه رنگی داره، چه حالی داره بده؟ هیچ حالی نداره، ولی دیگه وقتی اومدی توش نمیشه برگردی دیگه. راهی که وقتی میای توش دیگه نمیشه مثلا برگردی. ما افتادیم توش دیگه، گفتیم خب مثلا بعد این اتفاقات چه هدفی داری، چه برنامه‌ای داری واسه زندگی؟ مثلا بهش فکر کردی یا نه؟ آره من میشه فکر کنم آدم شب که اینجا صبح میکنه برنامه‌اش فکر میکنه. خب بگو یه ذره با هم ببینیم چیکار می‌خوای بکنیم مثلا بعد این مثلا قبل زندگیمو میکنم، سر کارم میرم باشگاهم، تمرینم. شرارت هم هست. شرارت ما کاری با کسی نداریم، ولی کسی با اون کار داشته باشه بالاخره هست دیگه. یعنی اینکه این زندانه درس عبرتی نمیشه؟ چرا درس عبرت شده. میگم من با کسی کاری ندارم، سرم میزنم پایین میرم میام، ولی بالاخره نمیشه که کسی با آدم کار داشته باشه، نمیشه من بگم.